این خواهر ما گریه میکنه. این که چرا گریه میکنه خیلی جالب است. و وقتی من این ویدیو رو دیدم آدم نمیتونه خود کنترل بکنه. اشک و خوشحالی آدم میاد. نه تنها که خودش گریه میکنه بلکه پدرش هم گریه میکنه و یک از بهترین ویدیوهایی که ما دیدیم است. بیاین با این ببینیم که چی گپ است. این خواهر ما زنگ میزنه برای پدرش و سلام میده. اتفاقا از ترکیه است. میگه پدر جان براتان یک خوشخبری دارم. میگه من انشالله در جنت تاج بالای سر خودت و بالای سر مادرم انشالله میمانم و ما حافظ قرآن شدیم، یعنی حافظ کل قرآن شدیم. گریه میکنه، هم خودش هم پدرش. یک از بهترین صحنه های زندگی هر پدر نیست که دخترش حافظ قرآن شده، دخترش دین یاد بگیره. یعنی شما باور بالا بکنین این ویدیو رو وقتی میدیدم همیال که میبینم نمیفهمم، آدم احساسات خود کنترل کردن نمیتونه. بیاین بالای اولادهای خود درس بخونین، بیاین بالای اولادهای خود قرآن یاد بگیرین.